خودتو نمیخورم عزیزم، آبتو میخورم. بریم توش. 4 طبقه زیر اینجا هر ساله یه مراسم جدی عرق و گلابگیری دارن. هنوز نیومده منو گرفته آجی. فکر کنم بخوری شدم. عجب عطری داره. خارننه شطورم که کنار هم جمعم. ایشالله که این طفلمون 18 سال شده دیگه. چقدر خونیه. سلامتی این خونیا. مزه مادر شطور میده. باریکلا. خوشم اومد. نمیدونم روش چی نوشته ولی حق نوشته. آره. دواس لامصب. بیرنگ این یکی. زهر مار اسهول. مگه مازوخیسمه؟ مدل 2014 بیرنگ. واسه یه خانم دکتر بوده که می‌خواسته دردو کمتر حس کنه. بریزیم تو این سقا خونه. خیلی اصلا برکت رفته. پیرمردا باید سنگین بزنن. اصلا ریدم مثل همیشه دوباره اینجا. یه روب دیگه میبندن تا جایی که میشه باید خودمونو با این مفتیا پاره کنیم. آره حیف که اینجا جوجه موجه ندارن. با خدایی آری گاراش باز بابا. بیشور میگه چشات خیلی وحشیه. نه مثل اینکه میگفت من خوبه رو پیدا کردم. حاج خانم اگه ابو بخواد باز شوهرش من هستم. احساس میکنم چشم سومم لیزیک کرده. خیلی پارم. سلام نفسا. با اپیزودی دیگر از اریک با کره میمالت در خدمت شما هستیم. بریم کره خوری. یا الله خدا رو شکر جوراب سولاخامو نپوشیدم. چقدر ژاپنیه اینجا. میتیکومان علامتشو در نیاره صلوات. اگه گفتین این چیه؟ گوشت اسبه. قبلا جای گوشت خر میفروخت میبسن. الان اینا چی باید بفروشن پلمپشون کنن؟ ولی به نظر میاد مزه قاطر میده. اگه مامانتونو گروگان گرفتن و شرط آزادش این بود اینو امتحان کنید. خودم که قاچ خوردم. اینم قارچ داره با سبزی. ژاپنی‌ها اکثرا ماشروم بازن. کره گیاهی. بذار اول بفهمیم چی توشه. چه ماکارونی‌های مردی داره. چه کلفته. قارچ، سیب زمینی، لوبیا پلو، آب قیمه، کدو حلوایی داره توش. عاشق روانی بودن ژاپنی‌ها. اینا رو نگاه تو رو خدا. پشما. به نظر که خیلی داغ میاد. جر خوردم. کلفتیشو دوست دارم. رشته هاشی زخیمه. البته بیشتر لازانیاست. اوهو تازه اصل کاری رسید. این میگوه. اینم فیله مرغه. این شب پاتختی مهیجه. عاشقشم که سفر. آماده این؟ بخورمش این گنده رو. نگاه. آخ سالار میگوهاست. مشکل مرغای ژاپنی اینه که راحت میری از مغازه با نرخ مصوب میخری. مرغو بعد 3 ساعت تو صف وایسید. کیلویی $3 بکنن تو آستینه. خیلی داغه. آی مزه گشایش اقتصادی میده. سیاسی شد. ممنون که تا اینجا همراه بودین. لطفاً پشماتون رو کامنت کنید. همه‌شو میخونم. لطفاً لایک هم یادتون نره اگه ادامه‌شو میخواین.